سلام به همه عزیزان، هنرمندان، هنردوستان، کارآفرین‌های راسته هنر و صنایع دستی و همه کسایی که به صورت پابلیک دارید وایسای منو گوش میدید. همونطوری که قبلا احتمالاً توی پیج دیدید یا توی ویدیوهای لایو دیدید، این دوره کامل ضبط شده، لایو شده، توی یوتیوب بارگذاری شده. یه سری از دوستان چون به من پیام دادن و درخواست داشتن که به صورت وایس باشه که حجم کمتر باشه، راحت تر بتونن در دسترسشون باشه، من اومدم مجددا دارم به صورت وایس ضبطش میکنم. این دوره همونطور که قبلا هم گفتم الزامم و صرفا برای صنف، حالا نه صنف خودم که طلا و جواهر هست، نه هیچ صنف هنری خاصی هست، بلکه به صورت کلی هم شما میتونید از این دوره استفاده کنید. هر کسی که بخواد از هر هدفی که توی زندگیش داره برای درآمدزایی استفاده کنه، میتونه از این وایس ها استفاده کنه و ببره توی فیلد کاری خودش، مگر اینکه بعضی از صنایع خیلی خاص که برای اون افراد هم توی همین وایس ها یه سری تیکت های سری نکات گذاشتم و گفتم که میتونن چجوری از مشاوره های تخصصی کسب و کار یا کوچ های تخصصی استفاده کنن. همونطور که میدونید این دوره خیلی 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 دلی و خودمونی و راحت ضبط شده، هم توی سبک ویدیوش هم توی الان که دوباره مجددا داریم وایسش رو میگیریم. من توی اولین فرصت هایی که پیدا میکنم، حالا چه توی دفتر کارگاه هستم، چه وسط اتوبان زدم ماشین کنار دارم برای شما ضبط میکنم و به هر شکلی میخوام این دوره به دستتون برسه و همین اول سال 403 یه استارت خوب بزنین، یه برنامه ریزی، یه پلن برای 3 ماه آینده‌تون بکنین، با یه روش جدید پیش برین. اگه جواب داد خب دیگه تمومه، فرمون دستتونه و تا تهش میتونید به نتیجه برسید. چیزایی هم که توی این دوره دارم میگم شاید 99% رو خودم تجربه کردم طی 15-16 سالی که کار آزاد کردم، کار تخصصی صنایع دستی و به خصوص طلا و جواهر رو انجام دادم، به دست آوردم. اینا تجربیات خودم هست. حالا در کنارش یه سری دوره هم بوده، یه سری آموزش، کتاب و لایف های آموزشی و از هر جایی که تونستم چیزی رو احساس کردم که به هم یاد میده، من سعی کردم استفاده کنم. حالا بعد از این مدت وقتی با هنرجوهای خودم صحبت میکنم، توی کارگاه میان کار یاد میگیرم و یه سری مسائل مشکلاتی همیشه در پس ذهنشون هست، به این نتیجه رسیدم که خب به صورت 10 گام برای درآمدزایی به همه این رو ارائه بدم و بتونن همه استفادهش بکنن. از اینکه صدای من گرفته من واقعا عذرخواهی میکنم. فصل بهار هست، در اولین روزهای سال 1403 هستم و قبل از شروع بهار آلرژی عزیز من سراغ من اومده و منو خوشحال کرده. این گرفتگی صدا رو به هیچ شکلی نمیتونم درستش بکنم، اما سعی میکنم که بهترین کیفیت وایس رو برای شما ارسال کنم. یه مدتی شده بود که همه میپرسیدن که خب چجوری اصلا این همه کار میکنی؟ این همه کارهای مختلف هم میکنی؟ اصلا چطوری انگیزه داری؟ چطوری داری پول در میاری؟ فعالی؟ خودت قوی شروع میکنی؟ همه این سوالایی که همه از بیرون دارن میبینن. خوش به حالت که میتونی هنر جدید یاد بگیری، برای هنرت داری دوره های جدید میری، درست رو میخونی، علاوه بر کارگاهت کارهای اداری داری، کارهای شغل مجزایی داری، شرکت مجزایی داری و و و و همه اینهایی که همه از بیرون میبینید. اما صادقانه بگم منم مثل
همه شما، چون انسان هستم، چون یه آدمم دیگه. یه روزی حالم خیلی خوبه، اکتیوم، قویم، با سرعت بالا شروع میکنم میرم. یه روزی حالم بده و خب تو روزی که واقعا حالم بده و نمیتونم کاری انجام بدم هم نتونستم کار انجام بدم. اما بهتره یه چیزو بدونیم، این که فکر میکنم قبل از شروع هر کاری، حالا چه هنر باشه، چه علم باشه، چه هر نوع خدمات دیگه‌ای باشه، چه کار فنی باشه، هر نوع بیزنسی، شما باید زیرساختش رو درست کنید. حالا زیرساختش رو هم در درون خودتون، هم به عنوان یک کسب و کار درست کنید. اصلا باید ببینید که فرضاً شمایی که قرار هست حتی یک کافه بزنید. من بیشتر روی مشاغل آزاد و کسب و کارهایی که آزاد هستن و قرار هست به سمت کارآفرینی پیش برن، برای اونها صحبت میکنم. برای مشاغل اداری چون یک چهارچوب داره، یک محدودیت داره، نمیشه زیاد مانور داد، مگر مشاغل اداری که شامل شرکت هایی باشن که خب هولدینگ های یه سری بیزینس های خرد توی سطح جامعه میشن. برای هر کاری، حتی مثلا اگر من بخوام کنکور بدم، حتی اگر من بخوام یه دوره زبان بخونم، به هر شکلی، به هر مدلی که فکرش رو میکنید یا الان اینجا هستید و دارید وایس من رو میشنوید، ما باید اول ببینیم چه جوری پیش بریم، چه کار بکنیم، اصلا چه برنامه و چه پلنی داشته باشیم، به چه روشی، تا برسیم به یک درآمد، یک پروسه کاری خوب و عالی، یا برسیم به نتیجه قبولی آزمونمون، یک نمره خوب بگیریم، یک رشته دانشگاهی خوب قبول بشیم، امتحانات پایان ترممون، من چون خودم همزمان دانشجو هم هستم در حال حاضر، امتحانات پایان ترممون، رساله‌مون، مقالاتی که قراره بده رو به نحو عالی ارائه بدم و توی اون زمان کم نیارم، دور خودم نچرخم. خب گام اول همه دوره ها، ببینید هر دوره‌ای، چه شما به قرار باشه که یه دوره بخرید که برای موضوع انگیزه باشه، یعنی صرفاً آموزش انگیزه باشه، حالا نمیدونم اسمش چی میذارن دوستانه که بحث روانشناسی رو آموزش میدن، چه دوره های دیگه، کارآفرینی اول، روز اول، جلسه اول انگیزه، هنر هنر اول انگیزه، کامپیوتر جلسه اول انگیزه. همه دوره ها گام اولشون شده انگیزه، اما ما جلسه اولمون هست شروع بدون انگیزه. میخوام اینجا بهتون بگم که شروع بدون انگیزه یعنی چی. میدونیم دیگه یه سری این انگیزشی ها میگن روانشناسی زرد و جذب و انگیزه بدیم، ادامه بدیم، اینا جزء روانشناسی زرد هستن. فقط و فقط مانور روی انگیزه دارن. 5 صبح پاشو اینجوری شروع کن، نمیدونم 4 ساعت کار کن، بعدش این کار بکن. آدم ها بدون در نظر گرفتن شرایط، صفات، خلقیاتشون، اهدافشون، محیطشون، مثل یه صفحه کاغذ نیستن که بهش بگی که خب 5 صبح بلند شو انجامش بده، یا مثل یه رباتی که توی حالا سیستممون داریم انجامش بده. اگه نتونستی انجام بدی، آها مشکل از توه دیگه، و مقصدی که نمیتونی بهش برسی. نه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. آدم ها به دلیلی که گفتم آدمن،
شرایط خاص دارن. هر کسی به صورت فردی صفات، خلقیات، محیط، چالش های خاصی داره. نمیشه بهش یه سری دستورالعمل بدیم که مثل یه ربات عمل کنه و برامون کار انجام بده. من همین الان میتونم این وایس رو مثلا بگم چه ساعتی برای شما آپلود بشه که شما بتونید بهتر بهش دسترسی داشته باشید. اما اگر که به یه آدم بگیم که این نامه رو حتما سر ساعت فلان برسون به فلان جا و نتونه به هر دلیلی، فرضاً دلیل ترافیکی برسونه به اونجا، اون آدم رو نمیتونیم بگیم یه آدم ناکافیه، اوکی تو دیگه به مشکل داری، مشکل از خودته و نمیتونی به مقصد و تا هدفت برسی و تمام. اصلا ما میخوایم اینجا بررسی کنیم که من برای اینکه کاری رو شروع کنم باید چه کار بکنم، به چه چیزی نیاز دارم. منی که دارم میدوام، درسم رو میخونم، به کارگاه هم میرسم، چند تا هنرجوی حضوری دارم، یه سری دوره آنلاین دارم، یه سری کلاس خودم دارم میرم، یه سری وظایف توی خانه و خانواده دارم، با دوستام که البته خب خیلی کمتر ولی خب به هر حال دوستام رو میبینم. من برای انجام اینها به چه چیزی نیاز دارم؟ آیا باید با انگیزه فقط شروع کنیم؟ یه استادی داشتم خیلی جمله جذابی به من یاد داد. جذاب یا نمیدونم، یه تعریف خوب براش بذارید دیگه، یه توصیف خوب براش بذارید. میگه که هر چیزی که توی زندگیتون مثل رفیق نیمه راه هست رو بریزین دور. مثلا انگیزه رفیق نیمه راهه. امروز من انگیزه دارم برای شروع یک سال پرفکت. فردا انگیزه ندارم و فردا قراره چون انگیزه نداشته باشم هیچ کاری رو انجام ندم. همین خود من همین الان به صورت خیلی فشرده توی ماه اسفند داشتم کار میکردم. چند جلسه دانشگاه هم رو رفتم که توی شهر دیگه است. الان تعطیلیم. الان امروز تعطیل جمعه است اما از تعطیلات نوروز نیست، اما یکی از تعطیلی هست دیگه به هر حال. و من از این جمعه بلند شدم از اول صبح برای شما که تقاضای وایس داشتید شروع کردم ضبط کردن این وایس ها و اینها. هنوز خیلی ها توی تعطیلات نوروزی هستن، خیلی ها سفر هستن. خب هنوز کارشون رو شروع نکردن یا اینکه دارن یک تعطیلات خیلی خوب و خوش رو میگذرونن. جمعه است، از جمعهشون استفاده میکنن. اما من امروز به خودم گفتم که خب باید اولین وایس رو که بچه ها درخواست کرده بودن حتما براشون ضبط کنم. و این حتما براشون ضبط کنم یعنی چی؟ این نیست که من برنامه دارم ساعت 8 پاشم جمعه است و برای شما وایس ضبط کنم. نه، همچین چیزی نیست. برنامه دارم اما یه چیز خیلی مهمتری هست. تعهد دارم. چیزی که پیش میبردمون تعهد هست. خیلی هاتون قبلا گفتید که عشق هست، برنامه ریزی هست، محبت هست، کمک هست. حالا به خصوص من که این دوره رو کاملا رایگان دارم برای شما ضبط میکنم، کمک هست. نه، اینا هیچ کدوم نیست. شاید اینها عواملی باشن در کنار موضوع اصلی ما، اما موضوع اصلی من اینه که متعهد باشم. من وقتی قرار هست که یه کاری انجام بدم بهش تعهد داشته باشم. اینو میگم بدونید که این حس مسئولیتیه که برای خودم تعریف کردم که حتما باید بیام این دوره رو برای شما ضبط بکنم و به شما براتون بفرستم. فرض کنید که یه خانومیه اصلا میره سر کار، 2 بچه داره، یکم مریض احوالم هست و حالا کسالت و سرماخوردگی، آلرژی فصلی، مهمان داره، ماه رمضان هست، اما داره میره سر کار.
غذای بچه رو آماده کرده، به همسرش رسیده، به درسای بچه کمک میکنه، خونه رو مرتب میکنه. اینها چیه؟ اینا فقط عشقه؟ نه، عشق یه جای آدم رو خسته میکنه. همه ما تجربهش رو داریم. عشق نمیتونه تو رو توی رقص خواب فقط بلند کنه که من به عشق بچم بلند شم براش غذا درست کنم. اون احساس مسئولیت مادرانه است. اون حس مسئولیت پذیری و تعهدیه که نسبت به وظایفی که حالا برای یک مادر، برای یک خانم خانه‌دار، برای یک همسر، برای یک خانمی که همزمان کار بیرون هم داره، شاغل هست، باعث میشه که این کارها رو انجام بده. همه چیز فقط انگیزه نیست که خب مثلا پول در آوردن باشه که بگیم آره چون مثلا داره کار میکنه پول میگیره، خب با انگیزه است دیگه، داره پول میگیره پس انگیزه داره که انجامش بده. نه، تعهده و این تعهد که تو رو میتونه ببره جلو. این متعهد بودنته که تو رو جلو میبره. این متعهد بودنته که وقتی مریضی، وقتی هوا بده، وقتی ماشینت خرابه، وقتی دلت میخواد یه ساعت بیشتر بخوابی، وقتی میتونی آخر هفته ها تو روزای تعطیلتو مثل جمعه پاشی بری کوه و تفریح کنی و اینها، میمونی توی خونه یه پلنی کاری رو میبری جلو، یا حتی به خانواده کمک میکنی. این متعهد بودن هست، این مسئولیت پذیر بودن هست که خب خیلی صادقانه بگم این روزها خیلی هامون دیگه متعهد نیستیم، خیلی هامون دیگه مسئولیت پذیر نیستیم. فقط در اثر روانشناسی های زرد، در اثر یه سری عوامل فضای مجازی دنبال اینیم که شب بخوابم و صبح تا پوله اومده توی حساب. حالا نه فقط پوله ها، حتی قبول شدن توی اون آزمونه. حتی منی که الان دارم این وایس رو میگیرم، شب بخوابم صبح وایس براتون ارسال میشه؟ نمیشه. باید بشینم یه پلن دارم که این برنامه، این هدف رو این انجامش بدم. خب انجامش بدم. قبل از هر هدف گذاری، قبل از هر برنامه ریزی باید متعهد باشید. این جنبه مالی نیست، به خودتون باید متعهد باشید. من باید به خودم متعهد باشم که این کار رو شروع کنم، بیام توی 10 تا لایو، توی 10 تا ویدیو، توی 10 تا پاورپوینت درست کنم و این اطلاعاتی رو که دارم رو به شما منتقل کنم. یه کاری رو میخوام شروع کنم، یه سفری رو حتی میخوام شروع کنم، میخوام هنر شروع کنم، میخوام شرکتم رو بزنم، میخوام پایان نامم رو بنویسم. باید به خودم متعهد بشم. حتما برای خودتون وقت بذارید. 3 ماه. من چرا میگم الان اول سال تست بکنید؟ اگر جواب داد ادامه میدید. 3 ماه به خودتون تعهد بدید که توی چیزهای مختلفی، مثلا من تعهد دارم که زبانم رو بخونم، من تعهد دارم که یه کاری رو انجام بدم. روی کاغذ می نویسمشون، من خودم می نویسم توی دفترم روی کاغذ، و بعضی هاش که خب با توجه به محیطم قابل انجام و قابل نمایش هست اصلا میذارم جلوی میز کارم. حتی بچه هایی که توی کارگاه من هستن و کارگاه من رو دیدن میدونن که من یه سری از سفارشات رو که باید یه برنامه ریزی بشه، یه پروژه کاری در واقع هست، مثلا پروژه اسمش رو نمیتونم ببرم متاسفانه، یه پروژه هست درباره یک موضوعی که این باید تا پایان شهریور ماه انجام بشه. من همین اسفند ماه این رو زدم، نوشتم که من متعهدم که روزانه برای انجام این پروژه این کارهای زیر رو انجام بدم. حالا کارهای زیر شامل مطالعه هست، شامل کسب مهارت هست، شامل ساخت هست، حتی شامل سیو پول و سیو متریال برای انجام کار من هست که بتونم اون کار رو توی شهریور ماه ارائه بدم.
مثل تعهد ازدواجه، میرین توی دفتر چیز امضا میزنید، یه سند امضا میزنید. مثل قرارداد کاریه، یه قرارداد کاری میذارن جلوتون، میخونید، امضا میزنید دیگه. و الا اگر این تعهد رو نداشته باشید، حالا بالا برو، پایین بیا، امروز نه فردا، برنامه فلان، دیسیپلین فلان، کلاس توسعه شخصی، کلاس انگیزه فلان، کلاس کسب و کار مالی، کلاس کوچینگ فلان و هیچ کدوم از این کلاس ها وقتی متحد نباشی نمیشه. من به خودم یه قولی دادم. یه چیزی هم بگم الان تو ذهنم رسید، چون یه دونه قرص جوشان الان جلومه. این کلاس ها انگیزه، حال خوب و همه اینها شبیه همین قرص جوشانه. وقتی میندازیش توی لیوان یهو شروع میکنه به باز شدن و حل شدن توی لیوان، بعد یهو استوب میشه دیگه. از یه جایی به بعد اون جوشش رو نداره، اون حل شدن نداره، تموم میشه. این کلاس ها انگیزه، حال خوب، مود خوب، شرایط خوب، محیط خوب، لوکیشن خوب، یه کشور دیگه خوب و همه اینها شبیه قرص جوشانن. تا وقتی به خودت متعهد نباشی نمیشه. من به خودم یه قولی دادم، حتی وقتی حالم بده، انگیزه نیست. اینایی که میگن در حال زندگی کن، به خودتون استراحت بدید، خودتون رو دوست داشته باشید. خب شاید من بر حسب شرایط درونی و بیرونیم 60 روز حالم بد باشه، بذارم برم بخوابم، بیزینسم چی میشه، اهدافم چی میشه، درسم چی میشه، خونه زندگیم چه شکلی میشه. دیدین این فیلمایی رو که توی یوتیوب خیلی هم زیاد هست، میرن یه خونه خیلی کثیف رو تمیز میکنن. احتمالاً اونها پیرو همین روانشناسی های به قول دوستان زرد هستن که میگه که هر موقع حال نداری هیچ کار نکن و این داستانا. اگه مثلا دارم یه هنر یاد میگیرم یا یه ورزش یاد میگیرم، خب الان ولش کنم، بی خیالش بشم، بعدن که حالم خوب بود، بعدن که وقت داشتم، بعدن که رو مودش بودم، بعدن که مشکلمو با پارتنرم حل کردم، با همسرم حل کردم، بعدن که محیط خونه ساکت بود، این بعدن قراره کی برسه؟ تایمم رو از دست میدم و هر کلاسی، حتی کلاس های آنلاین که سیو میشن برای شما، یه پشتیبانی دارن، تا یه تایمی پشتیبانی دارن. اگه تو اون تایم انجام ندادی دیگه. خب یه چی بگم براتون؟ یه نکته رو بهتون بگم. یه سری از مشکلات هستن که مشکلات حادی هستن، با حال بد خیلی فرق میکنه. مثلا من ممکنه به خاطر آلرژیم یک روز توی بیمارستان بستری بشم. خب تو اون روز نمیتونم کار کنم. ممکنه که به خاطر یه تصادفی درگیر یک کار مثلا تعمیرگاه و بیمه و دادگاه یا هر کدوم از اینا باشم. یه چیزی که مشکل خیلی حادی هست و وقت شما رو یه روز، 2 روز، 3 روز، چندین روز حتی پی پشت سر هم میخواد بگیره، اون رو با حال بد و با این افسردگی های که خب کوتاه هستن و گذرا هستن و اینها بیایم یک شکل ندونیم. برای
اون مسائل باید حتی افسردگی هایی که نیازمند هستن به مصرف دارو، اینا نیازمند فرصت هستن، نیازمند اصلا یه پلن های خاص خودشون هستن. یعنی باید یه برنامه ریزی داشته باشی، اول اون مشکل رو حل کنی، اول اون بیماری رو حل کنی، اول اون مسئلت رو با پارتنر حل کنی، با خانواده حل کنی، با محیطت حل کنی. نمیتونی وقتی که صابخونه اساسات رو ریخته تو کوچه بگی که خب نه من کلاس هنری دارم کلاسمو یاد بگیرم. اصلا نمیشه. اینها نه، چیزهایی رو که ما بهش میگیم حال بد اما در واقعیت میتونن پرتگاه نردبون هایی بشن، اون نقطه‌ای بشن که نقطه عطفای ما میشن. ما از همون دل بدی هامون میتونیم که بریم به سمت خوبی. از دل این صدای بعد من قرار اتفاقات خوب بیفته. ببینید همه ما تایم زیاد داریم، 24 ساعته یک روزمون. همونطوری که توی بچگی روزامون خیلی طولانی بودن و الان روزامون کوتاهن نمیدونیم چی میشن، الان هم همونه، هیچ فرق نکرده. ما تهش در طول شبانه روز یک انسان نیاز داره که 8 ساعت، اصلا نه 10 ساعت من میگم بخوابه. 5 ساعت 7 ساعت هم باید بریم سر کار دیگه، از ساعت 7 تا 2:30 یا 3 یا 4 بعد از ظهر یا 8 تا، به هر حال بیشتر از 8 ساعت ما سر کار نیستیم، مگر اینکه شرکت‌های خاصی باشن که خب اون دیگه اصلا پیرو به همون پلن ما هستن که ما اونجا رو انتخاب کردیم برای کار کردن که 10 ساعت یا 12 ساعت سر کار هستیم. 4-5 ساعت هم توی خونه به کارهای روزمره‌مون، کارهای شخصیمون، نظافت، مرتب کردن خونه هامون. حالا اگر آقا هستید که خب باز یه سری پلن برای خودتون دارید، اون فرق میکنه. یه سری آقایون هم هستن که توی خونه کار میکنن، خوشبختانه این روزها کمک همسر و خانواده میکنن. همه اینا بازم ما وقت داریم برای رسیدن به یک هدف جدید. چجوری میتونین اصلا اینو معذرت میخوام، همین الان که این وایس رو شنیدید، برید یه 20 دقیقه، یه ساعتی من پیشنهاد میکنم یه ساعتی رو با خودتون خلوت کنید، چون قراره که اینجا یه پلن خیلی خفن بهتون یاد بدم. من یک لحظه نگاه کنم. خب میخواستم ببینم چند دقیقه است داریم براتون وایس میگیرم که وایس طولانی نشه، توی 2 تا پارت ضبطش کنم. ببینید همونطور که گفتم ما قراره یه پلنی رو با هم شروع کنیم. همین الان بعد این وایس شنیدید، یادداشت نکته مهمی به چشمتون اومد، حتما بنویسین برای خودتون. برید یه 20 دقیقه یه جایی خلوت، بدون موبایل، تاکید میکنم بدون موبایل، بدون موسیقی، بدون هیچ وسیله، یه جایی که مدیتیشن میکنین، یه جایی که میرید اونجا اصلا ذهنتون آروم میشه. شاید اینجا اصلا خارج از محیط منزلتون باشه، شاید توی خود منزلتون باشه، شاید توی پارکی، جنگلی جایی هست، یه جایی که فارغ از دنیا باشید. بشینید برای خودتون فکر کنید ببینید که من میخوام از امروز با زندگیم چه کار کنم. شما 3 ماه بهار رو وقت داری تا یه مهارت یاد بگیری. نه اصلا تو این 3 ماه روی یه پروژه‌ای کار کنی. یه مقاله داشتی، مقالت رو تموم کنی. زبان بوده، زبانتو یاد بگیری. ورزش بوده، ورزش کنی. میخواستی یه شرکت رو، یه بیزینس بزرگ رو راه بندازی،
3 ماه برای مطالعاتش وقت داری، یا اصلا مطالعات رو انجام دادی، حالا میخوای بری این شرکت رو راه بندازی. بشین فکر کن، ببین توی 3 ماه چجوری الان زندگی بکنی 3 ماه آینده به اون هدفی که میخواستی میرسی. آقا من اصلا میخوام، مثلا هدف من اصلا اینه که 1 ساعت زودتر بیدار شم از خواب، برم باشگاه، برم بدوم. اینجوری که نمیشه که یهویی تو که 11 صبح داری از خواب بیدار میشی، بعد هیچ وقت توی زندگیت وزن بر نداشتی، یهو من فردا 5 صبحی میشم، 5 صبح از خواب بیدار میشم و وزنه میرم میزنم 20 کیلو. هنوز اون وزنی 20 کیلویی به 20 سانت از زمین نرسیده که شما له میشی. و محاله که مغزی که 1 روز، 2 روز، 1 ماه، 2 ماه، 1 سال، شاید اصلا 1 عمر عادت کرده به این که 11 صبح از خواب بیدار بشه، یهویی 6 صبحی بشه، یهویی 5 صبح بشه. نه عزیز من، شما باید پله پله برنامه ریزی کنی. واسه همین میگم شما این 3 ماه رو برو، یه پلن برای این 3 ماه بچین، بعدم میریم سراغ بقیهش. مثلا من یه پیج دارم، یه مهارتی دارم، توی 3 ماه چه کار کنم که درآمدم رو بیشتر کنم. ازتون خواهش میکنم که هیچ کدوم از این برنامه هاتون رو توی نوت گوشی یا لپتاپتون ننویسین. حتما یه دفتر بگیرید برای اهدافتون برای سال 1403. این دفتر قراره در سالهای آینده باشه نقطه عطف زندگی شما. توی اون دفتر حتما یادداشت کنید، با دست خودتون، با قلم خودتون بنویسید. یه هدف معقول بذارید. هدف معقول هدفیه که قابل اندازه گیری باشه. فرضاً من امروز 1000 نفر فالوور دارم، نمیتونم توی 3 ماه به 1 میلیون نفر برسم. فیک و این داستان ها رو بذارین کنار، ما قراره که همه چیز زندگیمون واقعی باشه. نمیتونم که توی 3 ماه برسم به 1 میلیون. پس چی کار باید بکنم؟ این هدف رو باید خورد کنم. آقا من قرار هست که برسم مثلا به یه تعداد بالاتری، به 5000 نفر. به ماهی 3 ماه داریم دیگه، 5000 نفر. 5000 نفر رو بشکنم میشه ماهی مثلا 1700 نفر. من رندوم دارم میگم، اگر یه موقعی توی اعداد اشتباه شد نگید اشتباه گفتی ها، من رندومی دارم میگم. میشه هفته‌ای مثلا 30 نفر. در عرض 3 ماهی که داریم هول و هوش 12 هفته، توی تابستون بهار هستیم دیگه، هلوش 12 هفته ما تایم داریم. هفته‌ای مثلا اگر 50 نفر به من اضافه بشن، من پیجم میرسه به 5K. این قابل اندازه گیریه، این پله پله شدنه. اگه قرار ورزش کنی، من قرار نیست امروز که تا الان هیچ وقت وزنه بر نداشتم برم وزنه بردارم. هرگز چنین چیزی امکان نداره. شما اگه اون وزن رو 20 کیلو رو بلند کنی، یه اتفاقی برات میفته که دیگه تا آخر عمرت نخواهی توانست که حتی 1 کیلو هم بلند کنی. هدفت رو مشخص کن. هدف معقول برای 3 ماه آینده، 3 ماه بهار 1403. توی دفترت یه تعهدنامه بنویس. من سعی میکنم که یه چند مدل از این تعهدنامه هایی که شما برای من ارسال کردین رو توی کانال بذارم. تعهدنامه بنویس، امضا بکن و با اون برو جلو. من خودم حالا این یه کاری که کردم، یه سری از اهدافم رو که خیلی دوست داشتم همیشه جلوی چشمم باشه، حالا نه فقط پشت میز کارم و اینها، اومدم کوتاه مدت و بلند مدت، حالا فرقی نمیکنه، اینا رو توی این شات به صورت یه
عکس درست کردم، کنار هم چیدم. مثلا یکی از این اهداف من انجام مقالات تحصیلیمه، یکیش کارهای شرکت، کارهای مالی شرکته که باید تو این 3 ماه انجام بدم. همه اینا رو نوشتم یا عکسی بوده مرتبط بهشون رو گذاشتم اونجا، بک‌گراند گوشیم گذاشتم و میبینم دیگه. حواسم به این هست که من تیر ماه بحث مالیات شرکتم رو دارم و همه این داستانات. هر چیزی ننویسید، یهو بنویسید من خونه تریلیاردی میخوام در آمریکای جنوبی، لامبورگینی میخوام. یهو مثلا من الان گوشیم شیائمیه، یهو ننویسیم یه گوشی 400 میلیون تومانی. یه چیز معقول، آرزو معذرت میخوام. ببینید آرزوی بزرگ خوبه، اما پله پله ما باید برسیم به آرزوی بزرگ. من وقتی الان ته 2 قوزآباد تهران یه دونه سویت کوچولوی زیر زمین اجاره دارم، به کسی بر نخوره فقط خواهشن، اینا همش مثال دارم میزنم. وقتی ته یه جایی دارم مستاجرم یا مثلا خونه یه پدر مادرم زندگی میکنم و هیچ سرمایه‌ای ندارم، توی حسابم 1000 تومنم نیست، خب من نمیتونم 3 ماه بعد برم یه ویلا بخرم برای خودم 500 متری پنت هاوس فلان نقطه مثلا تهران یا اصفهان یا شیراز. هدف معقول باشه، هدف قابل دستیابی باشه. آرزو رو یا فروشی که همه دارن میکنن، ما ترکوندیم، ما یک شبه رسیدیم به N میلیارد و خودشون هم دارن میگن، اما شما حواستون نیست که این بچه‌ای که الان توی بلاگری که توی این استا دارین میبینین، یا یه سری از مدرسای عزیزمون توی این استا یا توی یوتیوب یا توی سایت های مختلف، این بابا این 5 سال پوستش کنده شده، من ولی دارم نقطه اوجش رو میبینم. این روز اول یه دونه سپراید داشته، فرضاً یه موتور داشته، داره میگه خودشا، اما تو فقط ذهن اینجوریه دیگه، ذهن دنبال لذت‌های کوتاه و آنی میگرده. 2 ساعت بیشتر بخوابم، اول صبح بهاره، به جای 6 صبح 8 بیدار شم، چه اتفاقی میفته؟ من که خانه دارم، من که دانشجوی آنلاینم دیگه، حالا میزنم پلی میشه، استادم تیک حضوریمو میزنه، بعدن گوش میدم، بعدن شاید اصلا استادت نباشه که بیاد اون اشکالی که تو داری رو رفع کنه، شاید اصلا نکنه این کار رو. خیلی از استادای من متاسفانه اینجوری هن، اگر توی جلسه کلاس حضور نداشته باشی تمام فینیش دیگه، رفع اشکال واسه چیزی که میتونستی سر کلاس باشی و نبودی و سوال نکردی، خب معلومه که انجام نمیدم دیگه. پس گام اول ما چی بود؟ گام اول ما اینه که به انگیزه نیاز نداریم، ما به تعهد نیاز داریم. حتما تو زندگیتون یه هدف داشته باشید لطفاً. به هیچ کس هم کار نداشته باشید. یه چیزی رو بگم، من خیلی آدمی هستم که دوستای زیادی دارم، ارتباطات خانوادگی زیادی دارم، همه عزیزان برام عزیزن، از همشون خبر میگیرم، در ارتباطم باهاشون، اما لطفاً حواشی رو به خودتون، به هدفتون وارد نکنید. آقا کاری نداشته باشین الان بقیه کجان، چی دارن، چی کار دارن میکنن، هدفشون چیه، سبک زندگیشون چیه، چی پوشید، با کی حرف زد، با کی حرف نزد، امروز تعطیلات آخر هفته رو با کی رفت بیرون، کجا رفت، کدوم ویلا رفت. اینا اصلا کار نداشته باشین. به خودتون و به خانواده‌تون بگید هدفتون چیه، بگید میخواین که فلان کار رو انجام بدین. و من توی این تایم مثلا اگر من قراره که یک هنر رو یاد بگیرم، اگه قراره یک زبان رو یاد بگیرم، اگه قراره که امروز ورزش بکنم برای خودم، من دارم دوستانی که همیشه این موضوع رو میگن،
فرزند من اجازه نمیده به من که من ورزش کنم. اما ما توی متدهای جدید فرزند پروری، چیزی که من ناخودآگاه راجبش مطالعه کردم و چیزایی که دارم میبینم توی دوستانی که خارج از کشور هستن، به یه بچه 2 ساله داره میگه که ببین این بچه 2 ساله ساعت رو که بلد نیست، داره بهش نشون میده، میگه ببین این رسید به اینجا، از اینجا تا اینجا تو حق نداری الکی منو صدا بزنی. مثلا تا دیدی من کنارت نیستم مامان، بابا، تا دیدی من نیستم بدوی بیای بگی که آی من یه چیزی میخوام، الکی خود صدا در نگیری، الکی گریه نکنی، من یه کاری رو دارم، من باید این کار رو انجام بدم و اون بچه هم باید یاد بگیره این رو ها، نه به خاطر این بچه بودنش، به طور کلی برای زندگی آیندهش هم خوبه یاد بگیره که باید بفهمه، باید درک کنه که همه 24 ساعته در اختیارش نیستن و خودش باید با خودش بازی کنه، سرگرم بشه، اگر تک فرزند هستش به خودش کارش انجام بده توی بزرگی و اینجوری باید یادش بدی، از الان باید بهش یاد بدی. میگه جیغ میزنه، نمیذاره، من فرزند دارم، من نمیتونم رژیم غذاییم رو رعایت کنم چون همسرم و فرزندانم باید غذای جدا. خب اوکی، مگه این هدف تو نیست؟ پس اگر هدف توه، اگر زندگی توه، اگر بدن توه، اگر که کار توه، اگر درس توه، خب تو براش یه پلنی بریز و بهش متعهد باش و سایرین رو هم دعوت کن که در اون 1 ساعت به تو متعهد باشن. تعهد رو یاد بگیریم. مسئولیت پذیری فقط این نیست که یک آقای یا یک خانم گفتن اوکی بله ازدواج کنیم، اوکی بله کار کنیم، 7 صبح بلند شه 12 ظهر 1 ظهر برگرده خونه، ولی توی تایم کاریش که توی محل کار هست جواب ارباب رجوع رو نده. اینا مسئولیت پذیری نیست. تعهد داشته باشید. 3 ماه مثلا متعهد میشم که روزی 1 ساعت زبان بخونم، نیم ساعت برم اینستا فقط حالا 4 تا پیج دارم، اون 4 تا پیجم رو چک کنم بیام بیرون. حالا غیر از اونایی که مثل من کارشون با اینستاست، منبع درآمدشون اینستاست، اصلا باید یه سری لایو و کلاس و اینها رو ما توی اینستا داریم، یا اینجوری باید متعهد بشی که 5 ساعت توی اینستا واچ تایمت رو چک کردی، ببینی در روز چند ساعت داری توی اینستا میچرخی، توی شبکه‌های اجتماعی دیگه میچرخی، چت میکنی با دوستات، بعد از اون طرف میگی من برای خودم وقت ندارم چون بچه و شوهرم نمیذاره، مادر و پدرم نمیذارن، کاری برادرم نمیذاره، یا من تصمیم دارم کتاب بخونم. مغز یه جوریه که اگه امروز بهش بگی که من میخوام تا فردا 10 تا کتاب بخونم میگرخه، میگه مگه میشه، مگه داریم، مگه میتونیم اصلا، بعد یه کاری میکنه تو نتونی کتاب بخونی. مغز دوست داره که دائما لذت ببره، دائما راحت باشه، بهش خوش بگذره. خب نترسونش، بهش بگو قراره که امسال منی که هرگز اصلا کتاب نمیخوندم بیام روزی 1 صفحه کتاب بخونم. مغز عزیز دوست داری گوشی رو بیشتر دوست داری؟ باشه، من میرم کتابایی رو که میخوام رو از توی فیدیبو میخرم یا هر جای دیگه به صورت PDF میخرم و روزی 1 صفحه میخونم. اوکی، یهو اینجوری گارد نگیر واسه من. اگه یه کلاس ثبت نام میکنید که این کلاس 80 ساعت هست، بیاین اینو تقسیم بندی کنید، بگید اوکی آهسته پیوسته من کلاس دارم دیگه، یه کلاسی دارم 13 جلسه است، آره 2 جلسه هم رفع اشکال داریم، 13 جلسه است، هول و هوش 15-20 ساعت
کلاس هست و من میتونم بگم که 20 ساعت 40 ساعت هم کار بعد از کلاس هست، بعد از اون آموزش ها هست. شما بله 13 ساعت رو توی روز میتونی بشینی گوش بدی، اما مغزت کششش رو داره؟ نه، مغز من فقط 10 دقیقه میتونه گوش بده. اوکی، پس تقسیم کن، 10 دقیقه گوش بده از جلسه رو، برو 10 دقیقه تمرین کن، دوباره روز بعد بیا. نه، روز بعد سخت میشه، یا توی این تایم مثلا کلاسای من 6 ماه پشتیبانی دارن، توی این تایم 6 ماه میخوای تقسیم کنی، برو هفته بعد دوباره بیا 10 دقیقه رو، اما 10 دقیقه عمیق، نه اینکه 10 دقیقه زبان بخوانم، حواسم به چت باشد، حواسم به تلویزیون باشه، حواسم، نه 10 دقیقه کار عمیق انجام بدیم، فقط همون کار. خب خوشحال میشم که این برنامه رو، این تعهدنامه هاتون رو اگر نوشتید برای من ارسال کنید، بعد با هم شیر کنیم. یعنی من فقط مخاطب یک طرفه شما نباشم. اگر سوالی هر چیزی داشتید، هم کامنت هم دایرکت میتونید برام بذارید، هم یوتیوب هم تلگرام که البته نمیتونید، فقط دایرکت به من بدید. خوشحالتر میشم اگر که کانال یوتیوب من رو هم سابسکرایب داشته باشید. یک سری از بخشاش صرفاً مرتبط با صنف طلا و جواهر هست و یه سری از آموزش ها هم تقسیم شده به موضوعات متفاوتی توی کسب و کار و کارآفرینی هست. خبر خوش این که بعد از این جلسات 10 پله برای درآمدزایی در هنر، بعد از این دوره آموزشی، احتمال خیلی زیاد ما بتونیم درباره کارآفرینی و بچه‌هایی که اصلا هیچ کاری ندارن، نمیدونن چه کاری انجام بدن، یه سری مباحث رو براشون داشته باشیم. در کنار اینها یه سری کتاب صوتی هم بهتون پیشنهاد میکنم. کتابای صوتی کتابایی هستن که خودم دارم میخونم و خیلی هم از صدای خودم خوشم میاد. کتابایی هستن که خودم دارم میخونمشون برای شما به صورت صوتی توی کانال میذارم یا توی یوتیوب، توی همه این چنل هایی که شما محتواها رو الان در دسترس دارید میتونید که کتاب های صوتی رو هم داشته باشید. این کتاب های صوتی کتابایی هستن که خیلی تاثیرگذار هستن توی عملگرایی شما، تعهد شما و اینکه بتونیم که سال 1403 رو یک سال پربار و متفاوت کنیم، نقطه عطف بقیه دوران زندگی شما امسال باشه. موفق و مؤید باشید.